من اشکانم، میخوایم با هم دیگه یه اتک به هامرمن لول 45 رو با این نیروهایی که میبینین ریویو کنیم با هم دیگه. خب روش‌های مختلفی توی اینترنت هست که شما میتونید ببینید از اتکی که به هامرمن لول 45 زدن، ولی خب میخوایم با یه روش دیگه، با یه سری نیروهای دیگه که میبینین با اینا اتک داشته باشیم. اتک رو نگاه میکنیم. خب اولین کاری که میکنیم میشه راکت لانچرامون میزنیم. خب تا جایی که گامبات انرژیمون کشید، تا اونجایی که تونستیم راکت هایی که بتونیم رو میزنیم. خب نیرومون رو از سمت راست پیاده میکنه. نگران اون راکتی که بالا هست نباشین. خب اولین نیروهایی که دم دستشونن برای زدن، خب کنون و فلین، اینا خیلی راحت میزنن و با اینا میتونیم انرژی به دست بیاریم که با یه موشک دیگه بتونیم راکت بالا رو بزنیم. خب وقتی اینا رو زدیم یه منور به سمت راست میندازیم، نیرومون رو بالا سمت راست میبریم. خب با یه موشک. خب این از این راکت ها رو زدیم. حالا نیرومون میرن برای زدن ماشینگان ها. خب ماشینگان ها رو هم راحت میتونیم بزنیم. خب الان تنها مشکلی که هست این کنونیه که بوم کنونیه که بالا سمت راسته. برای این بوم کنون چیکار کنیم؟ نیرومون رو به بالاترین قسمت راست با منور هدایت میکنیم. خب نیروها رفتن بالا. وقتی که به سمت هدکوارتر میان میتونیم خیلی راحت با یه برق بوم کنون رو از کار بندازیم. اینجا برق میندازیم. خب تا زمانی که این برق بخواد تموم بشه دیگه اون بوم کنون از بین رفته و نمیتونه به ما آسیب بزنه. حالا خیلی راحت هدکوارتر رو میزنیم. خب دیدین که این روش کمترین تلفات داشت نسبت به متدایی که تو اینترنت هست برای زدن هدکوارتر لول 45. این روش بهترین روشه. خب این زمان کم خیلی راحت. خب تموم. این یه روش خیلی راحت برای زدن هدکوارتر لول 45 با این نیرو و لوتی که ازش گرفتیم. بسیار عالی. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. میتونید به فورس ما بیاین، در خدمتتون باشیم. ایرانیان الیت. ممنونم ازتون. متشکرم.